خواهد بود. بازی هم از این لحظه آغاز میشه. به کجا خواهد رسید؟ حالا ارسال رضاییان داخل محوطه جریمه خطرناک و توپی که به بیرون رفت اونجا. حالا میره برای ارسال رو دروازه خطرناک. بازم ارسال خوبی داشت که اونجا بازیکن‌های تراکتور موفق عمل میکنن، اونجا رو پر کردن استقلالیا. فرصت رو دروازه، یه بار دیگه ضربه سر از یاران تراکتور. اندونگ روی پای راستشه، نگرفت، جفت و جور نشد و ضربه کافی رو نداشت. ضربه اندونگ. آدان یه توپ بلند، ادیب زارعی بیرون میاد و پوشش لازم رو انجام میده. اونجا اشتباه کرده و خطا اعلام میشه. البته برخورد اونجا صورت گرفت و آقای حیدری. رضاییان حالا ارسالش رو دروازه، ارسال خوب، یه ضربه سر خطرناک و بسیار فوق‌العاده. خطرناک هم به بیرون رفت، نفسگیر. احتمالا برای هاشم نژاد همین اتفاقا میفته. ایگور کنارشه، یه پاس تو در رو به جلو برای تومی. امیرحسین حسین زاده فرصت برای تراکتور، میره که شک بگیره. تومیسلاو اشترکال نذاشت اونجا ضربه نهایی رو بزنه. فرصت هست برای کوشگیر، میاره روی پای راستش. عقب‌تر برای جلالی، از همونجا ضربش رو میزنه. ضربه ابوالفضل جلالی که زدن گل به این شکل توپش رو روانه دروازه تراکتور کرد و داخل محوطه جریمه. موقعیت خوب برای تیم استقلال تهران. مهران احمدی حالا ضربه رو میزنه و توپی که اونجا دور شده، نه کامل ضربه دوم هم ضربه جونداری نیست. استقلال و رامین رضاییان ارسالش رو دروازه. موقعیت برای استقلال، ادیب زارعی. نباید دیگه توپ از دستش در بره. تراکتوریا میبینیم از زوایای مختلف ارسالی که اومد رو دروازه و ناهماهنگ، اما هر شکل ممکن توپ رو حفظ کرده. پاس برای امیرحسین حسین زاده، تازی میکنه اونجا. فرصت برای کوشگیر، رو پای راستش میزنه ضربشو. توپ آورد رو پای راستش. عقب‌تر دانیال اسماعیلی فر، خود اسماعیلی فر عبور میکنه از سد بازیکن مقابلش. یه ارسال روی دروازه، چند سانتی متر رو کم آورد. کوشکی باشه، ارسالش هم انجام داد که به سمت راست برای رامین رضاییان. اسلامی میان به پیشوازش. خود اسلامی. دروژک هم برای تراکتور به بازی خواهد رفت. یه ارسال که زارعی برای گرفتن این توپ مشکلی نداره. آزادی جای سحرخیزان که این پاس رو داد. پاس خوبی هم شد. موقعیت برای استقلال تهران و توی دروازه گل برای استقلال. اسلامی بود که دروازه رو باز کرد. این پاس سعید سحرخیزان برای محمد حسین اسلامی و ضربه بسیار زیبایی که مهدی شیری ارسالش انجام میده داخل محوطه. فرصت هست برای هاشم نژاد. تیبور هالیلوویچ هم میتونه ضربه‌شو بزنه. حالا میزنه هاشم نژاد. خود کوشکی، گورپوسونسکی یه لحظه اونجا از پیش رو برداشت و ضربه‌شو زد که خود تیبور هالیلوویچ میره ضربه‌شو زد که حالا توپش به بیرون رفت. با یه لحظه نشون داد میخواد سانتر کنه. ضربه‌شو زد به سمت دروازه که توپش تو چارچوب نبود. چقدر میتونه بازیکن موثری باشه. هاشم نژاد ضربه رو میزنه. سوت پایان بازی هم به صدا در میاد و برتری 1-0 استقلال در هفته اول مقابل تراکتور.